پرونده قتل سیلویا لیکنز یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های قتل تاریخ. درود رفقا، علی هستم. درود رفقا، منم ماهان هستم. خیلی خوش آمدین به کانال THS. اگر به ویدیوهای ترسناک علاقه دارید خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که به محض آپلود ویدیو جدید با خبر بشید. خیلی متشکرم. مرسی ماهان جان بابت صحبتات. بچه‌ها امروز رسیدیم خدمت شما با یه پرونده قتلی که ممکنه خیلی جاهاش ناراحت بشین، خیلی جاهاش افسوس بخورین، خیلی جاهاش هم حتی بترسین و میخکوبتون کنه از ترس. حالا بریم که داشته باشیم این پرونده قتل. خب دوستان، امروز میخوام راجع به دختری باهاتون صحبت کنم به اسم سیلویا لیکنز که به طور وحشیانه‌ای به قتل رسیده بود. خانواده لیکنز افراد پولداری نبودن و فقیر بودن و پدر مادر سیلویا لیکنز از هم جدا شده بودن. پدر سیلویا لیکنز تحصیلات خوبی نداشت، به خاطر همین مجبور بود سخت کار کنه. پدر و مادر سیلویا هر دو توی سیرک کار میکردن، به خاطر همینم مجبور بودن به یه سفرهایی برن که هم کاریه هم بلند مدته. حالا سیلویا 4 تا خواهر و برادر داشت. از این 4 تا 2 تاش پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون زندگی میکردن، 2 تاش هم که سیلویا و خواهرش جنی بودن پیش پدر و مادرش بودن. جنی به خاطر بیماری فلج اطفال هم از اعتماد به نفس پایینی برخوردار بود، هم نمیتونست راه بره. ولی سیلویا برعکس بود کاملا، هم اعتماد به نفس بالاتری داشت، همین که بین دوستاش کلا محبوب بود. سال 1965 پدر خانواده تصمیم میگیره به خاطر مشکلات مالی که داشته به یه مسافرت کاری طولانی مدت بره. حالا از یه طرف هم چون مادر خانواده زندان بوده تصمیم میگیره به خاطر اینکه 2 تا دخترش تنها نباشن 2 تا دخترش سیلویا و جنی رو پیش یکی از دوستای خانوادگیش به اسم گرترود بانیشفسکی بذاره. البته اینم بیدلیل نبود که 2 تا دخترش با دختر اون خانواده به اسم پاولا رفیق بودن، دوست بودن. حالا وضعیت خود گرترود چند تا ازدواج ناموفق داشته، حاصل این ازدواج هم شده 7 تا بچه و گرترود یه خانواده مذهبی و خیلی فقیر داشته. گرترود لباسهای همسایه رو اتو میکرد و بابت این کارم یه مبلغ کمی دستش میگرفت و به خاطر این کارم اصلا از لحاظ روانی مشکل داشت. حالا ماهان تو فکرشو بکن، توی وضعیتی که گرترود داشته پدر خانواده لیکنز میاد به گرترود میگه من قراره به یه سفر بلند مدت کاری برم، تو دختره من ازش مواظبت بکن، در قبال این نگهداری که از دختره من میکنی من هر هفته یه مبلغی برای تو میفرستم که اونم بذاری جیب تو، حالا بزنی به زخمای زندگیت. حالا همه چیز خیلی خوب پیش میره تا جایی که پولی که قولش داده بود 1 هفته دیر به دست گرترود میرسه. البته قبلش هم یه دعوایی بین دخترها پیش میامد که اونم بچه بودن دیگه، طبیعی بوده. اولش به سیلویا و جنی فوش میداد و توف مینداخت روشون، ولی خب بعد از یه مدت کلن این روند عوض شد، شروع کرد به کتک زدن. شاید هم حالا پیش خودت بگی که خب بابای دخترها فرداش، حالا پس فرداش، چند روز بعد وقتی که پول براش فرستاد همه چیز درست شد، همه چیز اوکی شد. ولی نه، این تازه شروع ماجرا بود. گرترود با کمربند چرمی سیلویا را کتک میزد. موقعی هم که خودش نبود یا حوصله نداشت دختر بزرگش پاولا این کارو میکرد که جالب داستان اینجاست، پاولا دوست خود سیلویا بوده، یعنی بی دلیل این دختر کتک میزدن فقط به خاطر تفریح، این فقط به خاطر اینکه عقده‌های خودشان خالی شه. دختر بزرگ این خانواده پاولا
با یه مرد رابطه، فقط 17 سالش بوده، با یه مرد متأهل رابطه داشته. توی همین مدتی هم که جنی و سیلویا تحت فشار روانی بودن میفهمه که باردار از اون مرد باردار شده. به خاطر همینم که سیلویا از این قضیه خبر داشته، میاد به یکی از پسرای اون محل به اسم هابارد میگه که تو بیا به مادر من بگو سیلویا توی محل جا انداخته که آره پاولا و مادرش فاحشن. هابارد هم همین کارو میکنه علی و همین باعث میشه که گرترود اجازه بده که هابارد هم سیلویا رو شکنجه کنه. گرترود هم به خاطر اینکه خیلی مذهبی بود، وقتی قضیه رو میفهمه، جریان میفهمه، با سیلویا خیلی بدرفتارتر میشه، جوری میشه که حتی انگشتای سیلویا هم میسوزانه. چند روز بعد پاولا به مادرش میگه که من دیدم سیلویا با مردای زیادی رابطه داره و الان هم حامل است. جالب ترین اینجاست که اصلا مدتی بعد معلوم میشه که سیلویا اصلا نمیتونسته حامله بشه، مشکل داشته. این کاملی دختر فقط میخواسته کارهای خودش رو بندازه که سیلویا، چون اگه مادری ذره میفهمید از سیلویا بدتر میکنه. آره داداش، تو خانواده مذهبی بودن. گرترود خیلی به این قضیه پایبند بوده که آره ما مذهبی، ما حتما باید یه مردی بیاد با شما ازدواج بکنه بعد با شما رابطه داشته باشه. خب دیگه توی کشورهای خارج از ایران، کشورهای غیر اسلامی، این اصلا مطرح نیست که حتما باید ازدواج کنن با هم. ولی این گرترود کاملا مثلا موافق نبوده که گفته اول باید ازدواج کنین، قول معروف محرم شین، آره بعدش مثلا، چون اینجوری رابطه نامشروعه، کلا برخلاف دین و مذهبی بوده دیگه. مذهبی. حالا مهمونای جالبش کجاست؟ پاولا چون توی دوران بارداری بود دیگه، حامله شده بود از یه مردی که باهاش رابطه داشت. به خاطر اینکه مادرش نفهمه خیلی استرس داشت، خیلی ترس زیادی داشت. حالا به نظر چجوری ترسش تخلیه میکرد؟ با شکنجه دادن و کتک زدن سیلویا. حالا از یه طرف هم گرترود چون اجازه داده بود که فکر میکرد دیگه سیلویا فاحشه است دیگه، گرترود اجازه داده بود که بچه ها و پسرها و مردای اون محل بیان راحت به سیلویا تجاوز بکنن، کار خودشان رو انجام بدن. به خاطر همین تجاوزایی که پیش آمده بود و شکنجه هایی که گرترود میکرد، شلاقایی که به آلت تناسلی چیز میزد، سیلویا میزد، سیلویا نمیتونست ادرار خودش کنترل کنه. حالا یه شب وقتی که توی رخت خواب بوده، نتونست ادرار خودش کنترل بکنه، همونجا تخلیهش کرده. گرترود از این قضیه خبردار میشه، فرداش میاد چه کار میکنه؟ میاد سیلویا رو همونجوری وان حمام پر از آب جوش میکنه، سیلویا رو بر میداره همونجوری ول میکنه تو آب جوش. بعد که بدنش سوخته بوده از وان حمام درش میاره، دقیقاً روی تک تک سوختگیاش هم حتی نمک میریزه. علی روی زخماش سیگار خاموش میکنه و پسر گرترود مجبورش میکرد که مدفوع بخوره، مجبورش میکرد ادرار بخوره. پوشک خواهرش هم میآورد میگه باید لیس بزنی. یعنی مثلا خدا رحم کرده اینا مذهبی هن. حالا یه لحظه داداش، یه لحظه صبر کن بچه‌ها، ببینید این ویدیو، این پرونده خیلی طولانی تر از این حرف هست. خب اینه من میگم تا اینجا جمعش کنیم، به عنوان پارت اول نگهش داریم. اگر شما ادامه این پرونده رو دوست دارین از ما بشنوین، ویدیو رو لایک کنین یا کامنت بذارین که اوکی ما دوست داریم، علاقه داریم به ادامه پارت، که ما ادامهش رو توی ویدیوهای بعدی کانال حتما بذاریم برایشون. به نظرم اوکی دیگه داداش. سوالی، صحبتی، چیزی با بچه ها اگر داری که بگو، اگرم نداری که ویدیو رو تمومش کنیم. جناب گرترود، منم دقیقا خواستم به بچه ها اینو اعلام کنم، ایجو پریدی تو حرفم، خدا خیرتون. ممنون علی جان، خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین.
همونطور که علی جان گفت اگر از این داستان خوشتون آمد و مایل بودید ممنون میشم که کامنت بذارید و به ما اطلاع بدید که پارت بعدی هم امید خدا بسازیم. لایک ویدیو، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، خیلی حمایت بزرگیه. خیلی ممنونم. مراقب خودتون باشین. تا ویدیوهای بعدی فعلا.